شما برادر. یک هندو به من گفت که الله جل جلاله همه چیز را خلق کرده و در هر چیز نور خدا است. قسمی که شما به خدا سجده میکنید ما هم به همه سجده میکنیم، اما ما در واقع به همه چیز سجده نمیکنیم. ما فقط به نور الله جل جلاله سجده میکنیم. پس به ایشان چگونه پاسخ داده شود؟ برادر ما پرسید که یک هندو به او گفته الله به هر چیزی که خلق کرده نور افزوده و وقتی ما به هر چیزی که سجده میکنیم ما به آن شی سجده نمیکنیم بلکه به نور خدا سجده میکنیم. پس چی جواب داده شود؟ آیت در قرآن است در سوره حجر سوره 15 آیت 29 و در سوره سجده سوره 32 آیت 9 که میفرماید ثم سواه و نفخ فیه من روحه، یعنی الله از روح خود در انسان دمید. پس وقتی ما این را گفتیم به این معنا نیست که شکل خدا را گرفتیم، چنان که بیشتر هندوها باور دارند. به این معناست که الله معرفت خود را در آن افزود. الله به او علم داد که خدا یگانه را بشناسه و او پروردگار ماست، او خالق است، او یکتا و بی همتا است. یعنی علم افزود. یعنی اگر الله علم خدا به انسان ارزانی کرد به این معنا نیست که شما انسانها را عبادت کنین. دو چیز مختلف است. به طور مثال اگر من رئیس یک شرکت باشم و تمامی کارمندایم بفهمند که من رئیس هستم به این معنا نیست که او هم رئیس شوند. من رئیس یک شرکت هستم و کارمندار دارم و تمامی کارمندا این علم دارند که من رئیس هستم. به این معنا نیست که فردا یک کس امضا کنه و بگوید که من رئیس هستم. قسم که آنها عبادت میکنند. تمامی کارمندا میفهمند که دکتر ذاکر نایک رئیس شرکت است و به خاطر که آنها میفهمند این کافی نیست که آنها رئیس شوند. نمیتونن رئیس شوند. با کدام قانون؟ هرگز. آنها علم دارند. به این معنا نیست که یک کارمند فرمانبرداری دیگه کارمنده بکنه و ما به صراحت گفتیم که از دستور هیچ کس بجز از ما پیروی نکنین و یک کارمند پایین رتبه ما بگوید که فلان کارمند میفهمه که شما رئیس هستین و ما از او پیروی میکنم. آیا موافق میشین؟ اگر شما رئیس یک شرکت باشین و یک کارمند از دیگر کارمند پیروی کنه و حتی خلاف رئیس خود هم حرف بزنه باید که به حرفای رئیس گوش نکنین، آیا موافق می باشین؟ اصلا اجاب نمیکنه. و اگر الله گفته که از روح خود دمانیدیم یعنی علم دادیم که ما را بشناسین و از وجود خدا آگاه باشین و به خاطری که به تمامی بشر علم داده که بشناسه که الله بی‌نیاز است، او بزرگ است، او خالق است. لازم نیست که ما همه چیز بپرستیم و الله ای را هم گفته که بجز ما کس دیگر عبادت نکنید و این حرف نه تنها در قرآن ذکر نشده بلکه در تمامی کتب مروج جهان ذکر شده. و اگر بحث مرا راجع به پذیرش الله در کتب مذهبی جهان شنیده باشین، ما از کتب هندویی، بودایی و عیسویت و دیگر ادیان زمینه گرفتیم که بجز الله هیچ کس دیگر را عبادت نکنین. میتونی جواب به دوستت ارائه کنی.